سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین دوستا و لباس عافیت به تن داشته باشین. چه هوایی، هوا گرچه سرد است خوبه بهتره دیگه خوب است. جان شما جوره بخیرین به این وطنی گردین مگذاره چند دقیقه دیگه شمالک هست. بعد رقم قرار بود باران به امروز خب تانوت نموده دیگه دوستای عزیز. ما امروز بخیر طرف فرانکفورت مورم دیگه پیش همشیریم در شهر فرانکفورت زندگی میکنم. پیش دو طرف رفته رهیم و میالیم دیگه تازه از مکتب خلاص شدیم. شاگم در نمیشه خلاصه تازه از مکتب اومدیم دیگه از مکتب اومدیم دوستا دیگه امروز بخیر طرف خانه نمارم، طرف استادگاه قطار مورم بخیر. خیلی سفر طولانی داریم امروز، خیلی طولانی، تقریبا 7 ساعت 8 ساعت راه میاد تا فرانکفورت که قطار، چون قطارها که هست یکان بعدشان تو ناوقت می اینا دیگه با اون خاطر دیگه مو 8 ساعت بگیریم شهر دیگه. پاوربانک هم دارم، شارژ گوشی من داره. خب گوشی آیفون کسی اکبری داره تو چارجر کم میشه دیگه. خب ویدیو رو هم دنبال کنین دوستا دیگه. بخیر تا فرانکفورت داشتم ویدیو میلوم دیگه. تاید راید باشین. دیگه اتمو قطاری که باید بگیرم ساعت 2 بجه میه دیگه. حالا فعلا چه خوبه اینه گرمه شمالگی تو رقم نیه. اویل من دوستازی رو خاطره دارم که دیگه هم به حد لالی را روزای بود دوستا. امیر را ده نمی رای کمی هایی بستم. روزای بود که غم داشتم و روزایم بود که خوشحال بودم دیگه. مو قبلانا که بودم ما کورس مرستم، کورس زبان انگلیسی یعنی آلمانی مرستیم. باز وقتا که بود دیگه تکیتای 40 روپایی بور نشده بود، بالا نمبر بالا خیلی اخر شمالک آواز فنده نمیشه بود. اره اینجا تکیتای 40 روپایی نمونه بود زمانا میکردی بوسا رفتن نمیکنی که میتره از خانه اینا. باز نمونید قطار، چون بلید قطار که بود ارزانتر بود نسبت به بلید بوسا رفتن. باید میمدیم دوستا دیگه بغلا قرار میشتیم میگرفتیم خدا. خیلی هوا یخ بود اوده که باز میشد شمال میماد دیگه. بالا که شمال بود همون زمانایی که مون درسای ما بود بهتر از زمستان بود دیگه. زمستان یا اروپا رو که دیگه خیلی مفهمه دیگه. 6 ماه ترمه 6 ماه زمستان دیگه، 6 ماه بیشتر. اره دیگه بخاطر من گفتم یک ویدیو براتون میگیرم اینجا چون خیلی جایی به خاطر من در من خیلی خاطرهای شیرینی تاق دارم، خیلی خاطرهای شیرینی تاق دارم دیگه. من واقعا دیگه حالی در ما یا در 2 ماه یک دفعه بیم نهیم اینجا واقعا، چون کار کردی اتوبوس میم و کده به شتواسنبانگ میگید ترنای داخل شاریم دیگه. شاری که میگیم شار نام به نام شار گیرا یالت ترینگل هم دیگه. اره دوستا دیگه باشون باید ویدیو میگیرم از داخل رینگل امرا باشون دوستا دیگه. خیلی سفر کنالی داریم دوست.
دوستای عزیز سلام دیگه بالاخره در شهر هرفود رسیدم دیگه خیلی خسته‌ام بعد اگه چی برم حال غذا بخورم گرچه غذا کردیم آردیم که بعدم باید اگه چی بگیرم ما تمام شده نانمان اینا خیلی واقعا خسته‌ام دیگه آره دیگه باید لایک سیره بگیرم بخیر طرف یک شهر دیگه انشالله خدا هستیم مرکزهای کلان همه چی آف میشه در خلاص دیگه بریم اگه ما بگیریم دیگه نکای نگذار خوبه دار من این رقمی ولی برنگشه کار دارم میگنی بیدون رنگشه آره دیگه 2 ساعت افنک میم الفوت اینجا اگه چه کار داشته باشم میم میخرم واقعا خوبه لازم ماشی در الفوت توجه شدم وطندارای چینایی موشون بیاد شده نام خدا از زمان تو نبود خیلی کم میدیدیم مال نام خدا بیاد شده بوتلار دار من بوتلار کجا بفروشم اینجا یه بحث بوتل بفروشم خب وطندارا رفتم فروختم خدا بوتلار خدا بالاخره رفتم در پس به آب گرفتم چون نان با کدی خود در دیگه چیزای جالب نداشت بیسکویت‌های داشت که اصلا یا خیلی چربی چی میگه شکرش بود دیگه بیسکویت بود چند نانه که خیلی چیز زیاد داشت از شکر و قسم کاکائو ماکائو که من خوش ندارم نام دیگه نان همه چی با خود دارم میاد چرا پول خرج کنم دیگه رفتم نگینی خریدم او خیلی مفیدم یه مورم بخیر یک طرف لایس همین جایی که خطار برو پیدا کنم بعد بخیر بشینیم یک دفعه جای ما یا خود پیدا کنیم فکر نکنم جایی دیگر داشته چون خیلی بری بارک میشه دیگه روی جمعه مثلا امروز یک کلی طرف شارای کلان برا خدا کنه دیگه جای پیدا شده یه دفعه یک دفعه کنم باش سلام دوستان عزیز شما خوش آمدید میگم دوباره به ویدیوی ما دیگه دوستان جایتان خالی رسیدیم بالاخره در شواینفورد که اصلا دوستان یک شهر که بین فرانکفورت و مثلا شهری از طرف مکمه اینا خب خیلی راه دیگه هم میشه رفت طرف فرانکفورت از منطقه مو از شهر از مو خب این یکی از بهتره همیشه این قطارها که می خالی می نسبت در شواین از نسبت به دیگه جایا کردم ما چند دفعه رفتم از راه دیگه خیلی لذت کرد مرا واقعا خود من خیلی لذت کرد یا واقعا یخ شده واقعا او تو سردم آره دیگه دوستا رفتم خیلی مرا لذت کرد تقریبا چند ساعت 2.5 ساعت من تقریبا سر پای بودم دل مصرفی امتحان جمع میگم چی شد چی نه تمام چی مثلا درست خب 4 نشش واقعا من مطمئنم خب بعدم دیگه آدم بعد وقتا مو چطوری که نانداری خراب میه دیگه نه خب بعدم دیگه بر صورت دفته آینده و خیر اگه امتحان دیگه هم داریم امتحان داریم از یاد مرفت خیر کتاب کاش میوردیم شت خب خیر باشه یه نتایج دوستا خوبه فهمیده نگون چرا گفته اگه منم اینا قدابه قصه نه فهمیده خوبه چه انا خوبه خیلی یک امتحان مهمه دیگه بادر دوستا فهمیده از خاطر می تعطیلات خزانی امی نمرایم را پرام میکنه تا می آخر چی مثلا تا آخر نمیموره به اون خاطر زیاد خیلی زیاد مو امتحان داریم دیگه بخیر هفته آینده بعد دیگه امتحان داریم که باید بخونم روز دوشنبه هم اصلا
دیگه واقعا نام آمادگی پیش میرسد امتحانی است که هم پراکسیس هم تیوریش همی ناشته کردن یایا پراکسیس چیه برای لوازم میرم بغل دیوال مو برم دیوالای چی برقکاریه دیگه مگه بگی چی کنم یک دانه سفاکته جور کنم برای بعد نمی سیمای کسایی که برقکار اینا دیگه واقعا دیگه شانس داره برای باید جور کنی که مثلا این سبز دینه باید به آبیدی این یک در اشتباه کنه آدم او رو دوباره سر آدم جور میکنه چون میگه در پوله مگدان وطن دارای تو نمیله قصه کنم که چمو قصه که دو نمیله قارم هستن كده كويس اثباتي على كده شوف انت مركبه ايه ولا بتعملي ايه واثباتي على كده مش كنت شو نعمل ده نوم على يا ربي نام ما خدنا من شيء كنت بتقولي آره دیگه باز دوره بس میرم مثلا جور کنیم که مثلا چی به چی بکنم رنگ یک دفعه یک شکل میده یک دفعه یک شکل میده مثلا هم قسمتی که برق به میاد لاینای برق او یک دفعه یک طرف چیزی که میگن اون طرف هر دفعه اشتباه کنی یک نمره کم بشه اگر نمره ناشتنی تو که بود خوب ناشته کرده بودی اگر او را اشتباه کنی نمره دو هم کم بشه یعنی خیلی مهمه چون وقتی اینا امیال سر میشن توش منه چون امیالشون در حال نو یادگیری یا دور من قارم مثلا امیال در حال یادگیری باید خوب یاد بگیری انا الشبكه عندي زي في السوق والمشكله الشبكه المشكله في السوق بايظه ولا فيه Baby, all I really wanted only. سلام دوستا بعد از یک سفر بسیار طولانی بالاخره خب رسیدیم دوستا دیگه 8 ساعت 7 ساعت دیگه ما اونقدر در سفر و تو سفرهای زیاد قدر چی ندارم عادت ندارم سفر میکفم یادم Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. خب وطنداران دیگه یک گپ که مثلا من هر چقدر ویدیو زیاد در یوتیوب میمونم ویدیو زیاد آپلود میکنم یعنی جرأتم زیاد شده مورد در کامرا که یعنی در کامرا بیشتر به خود ظاهر کنم خدا حس شوختپیم بیشتر شده نسبت به سابقا کردم دیگه یعنی یک زمان که بودم یک ویدیو را کات میکردم خیلی باید ما را جور میکردم ولی بیشتر داخل قطار ویدیو جور کردم اصلا قطار نداشت که ما او را بیشتر کات کنم یعنی هر کار میتونم هر چقدر که داخلش بوری بهتر روز برات بهترتر شده بوده دیگه واقعا خیلی چیز جالب بود یک زمان کات میکرد خیلی ویدیوهای من برش میکرد چون گپای ناق میدادم گپایی که اصلا خود متوجه نمیشدم چی گفتیم حالی اصلا کات نکردم ویدیوهای خود که ما مونده خیلی جای کم میشه خیلی واقعا جالب بود بریم دیگه یک زمان از کامرا بخی بعد میامده زیاد ویدیوهای تو از خود نمیگرفتم اینا ولی خوشم یعنی در خانه که میرم یا مثلا در اینا گوشی میکشم تا ویدیو میگیرم عادت کردم یعنی کم خیلی خوب شده واقعا خب دیگه بخیر میرم طرف اسپان دیگه اگر تونستم ویدیو میمونم اگر دیگه نشد زیاد دیگه ما شما خداحافظی میکنیم چون واقعا من خسته شدم برم اول غذا بخورم اول باید نماز بخونم بعد نماز با خانه اینا بشینم بعدش غذا بعدش دیگه خواب تونستم یک درس میخوانم اگر نشد دیگه خیلی واقعا خسته شدم من چون عادت ندارم در سفرهای طولانی 8 ساعت اینا دیگه واقعا خسته میکنم برام خیلی واقعا زیاد بود سفر Living in the moment, your head is on
Baby, it's you and I